و اما بعد. این جانب سید نوراللهشان خلیلی هستم از حوزه علمی عرفانی حضرت سید قلیچ ایشان. منظورم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب مجدد خدمت دوستان عزیز. من باعث وقفه کوتاهی که در ویدیو پیش اومد من از صمیم قلب از همه عذرخواهی میکنم. این جانب سید نورالله خلیلی هستم، فرزند الحاج خیراللهشان خلیلی از حوزه علمی عرفانی کریمیشان، از روستای کریمیشان. چند دقیقه رو میخواستم وقتتون رو بگیرم و مزاحم اوقات بشم. امیدوارم که خداوند عزوجل در این اوقات خوب و عزیز در اول صبح نماز و طاعات و عباداتتون رو قبول درگاه خودش قرار داده باشه انشالله تعالی. ببینید دوستان، ما همونطور که خودتون در جریان هستید در حوزه علمی عرفانی کریمیشان قریب به 20 ساله که فعالیت خاصی رو مشاهده نمی کنیم متاسفانه، و این دلیل خاصی داره. برخلاف میلم که من دوست داشتم بگم دلیل خاصی نداره، و اما متاسفانه دلیل خاصی داره، و دلیل خاصش اینه که اهمیت کم به این حوزه و دور از چشم بودن این حوزه و عدم نظارت صحیح مسئولین زیر ربط این حوزه باعث شده که این حوزه الان با توجه به اینکه پتانسیل خیلی عظیمی داره برای پیشرفت، اما باز هم از رقابت جا بمونه، از رقابت در واقع چنگ زدن به ریسمان الهی و پرورش طلبه و در واقع یک افول خیلی عجیبی رو تجربه کنه. در طول این 20 سال هیچ سابقه ای نداشته که این حوزه علمیه اینقدر بین مردم محبوبیتش کم بشه، و ما این رو نظرسنجی کردیم و بین نظرسنجی ها محبوبیت زیر 30% بود در منطقه قره‌بالخان، و این فاجعه است، و این فاجعه است برای یک حوزه علمی، فاجعه است. اما محبوبیت حوزه های دیگه قطعاً حداقل 100 الی 150% بیشتر از این آمار بود، آمار محبوبیت حوزه کریمیشان، و دلیلش رو هممون به خوبی واقف هستیم. بنده از همین تریبون میخوام اعلام کنم که ببینید دوستان عزیز، این حوزه یک روندی رو طی کرده که تونسته در طول 20 الی 30 سال فارغ التحصیلانی بده، و این فارغ التحصیلان در واقع با زحمات شبانه روزی مرحوم الحاج خیراللهشان خلیلی به وقوع پیوسته، در حالی که ایشون میتونستن کار دولتی خودشون رو ادامه بدن و همون سال 63 که نماینده کاندید شدن برای نماینده شدن و با 1% یا 2% رای احتمالاً گمان میکنم مونده باشن، یا نمیدونم، اما خیلی اختلاف کمی بود، میتونستن دوره بعد همون انتخابات رو شرکت کنن و اسمی واسه خودشون در بیارن اگر دنبال مال دنیا بودن. اما الحمدلله ایشون دنبال، نمیگم هر کی این کار کرد دنبال مال دنیاست، نه، ایشون اندیشهشون یه چیز دیگه بود. خواست در واقع اون مسئولیتی که نسبت به مردمش در خودش میدید رو در واقع از خودش سلب کنه و بگه آقا من سعیم رو کردم و نشد، و رفت سمت حوزه علمیه برای اینکه مدرسه‌ای که از آبا اجدادش براش رسیده رو بخواد آباد بکنه. و اما برای شما بنده نشون میدم اینجا، همونطور که اینجا تو تصویر میبینید، این کسی که به صورت در واقع با عبای سفید نشسته مثل عبای بنده، حضرت سید قلیچ ایشان، پدر بزرگ بنده، یعنی مؤسس حوزه علمی عرفانی کریمیشان، که حضرت شیخ سلطان عبدالحمید دوم به ایشون تمسک میکنن و میگن شما مرید بنده هستید، من میخوام یک کاری برای شما انجام بدم، یک هدیه‌ای به شما بدم، شما چه هدیه‌ای میخواید؟ ایشون هم میگن که آقا من میخوام برای بنده یک مدرسه علوم دینی مانند مدرسه علوم دینی بخارا برام در منطقه قریب من برام بسازید، و این امر انجام میگیره. این بحث طولانی است، انشاءالله در ویدیوهای بعد براتون توضیح خواهم داد، اما الان این رو براتون میخوام بگم که این مدرسه
خیلی زحمت کشیده شده که بخواد به اینجا برسه. این مال زمانیه که مرحوم حاج خیراللهشان خلیلی در واقع دارن با سید ابوالحسن حسینی که در سال 63 با ایشون رقابت کردن، میبینید کسی که با کت و شلواره حاج خیراللهشان خلیلی و کسی که کنارشون سید ابوالحسن حسینی هستن که دو نفر منتخب به کسایی که به مرحله دوم راه یافتن هستن. و در تصویر بعدی دوباره همون جمع رو میبینید به علاوه علمای منطقه که در واقع گویای این هست که ایشون میتونستن این کار رو انجام بدن و جایگاه این رو داشتن که بتونن این فعالیت دنیوی رو انجام بدن. اما خب و در ادامه براتون تصویر دیگری رو میخوام به نمایش بذارم دوستان. حوزه علمی عرفانی حضرت سید قلیشان این بود. اینی که شما دارید میبینید حوزه علمی عرفانی کریمیشان هستش. من از دوستانی که در این از طریق در واقع اینستاگرام با ما همراه هستن ازشون عذرخواهی میکنم، چون ما اینجا یه پخش خیلی بزرگتر داریم و در سطح چند صد هزار نفر قراره که اینجا این ویدیوی ما دیده بشه. به خاطر همین از شما عذرخواهی میکنم. در واقع جسارت تلقی نکنید، عدم در واقع توجه بنده به ویدیوی اینستاگرام رو، عذر بنده رو پذیرا باشید. المهم دوستان عزیز، این تصویری که الان شما دارید ملاحظه میکنید این تصویری که دارید ملاحظه میکنید تصویر قدیمی حوزه علمی عرفانی کریمیشانه که در سالهای بسیار قبل این عکس گرفته شده، زمانی که بازسازی صورت نگرفته بوده و حوزه داخلش انواع اقسام حیوانات داخلش میخوابیده و اصلا اوضاع نابسامانی داشته. بنده میخوام این رو به شما الان با این سخنانم این رو تلقین کنم و بگم که دوستان عزیز، این حوزه زحمات و رنجهایی پاش کشیده شده. مادرم همین الان زندن میگه من بعد از اینکه با پدرت ازدواج کردم 2 سال الی 3 سال داخل این مسجدی که کنار حوزه هست، اینجا شما یه نصفش رو دارید میبینید که بعد در تصاویر بعدی کاملش رو خواهید دید، داخل این زندگی کردیم و نزدیک 2 ماه فقط داخل این مسجد رو ما داشتیم کفش رو بر می داشتیم از در واقع اون مدفوع هایی که از حیوانات مختلف در واقع اونجا به جا مونده بوده و به خاطر اینکه بتونن اونجا نماز بخونن و زندگی کنن نزدیک 2 ماه زحمت کشیده بودن. المهم دوستان، به این شکل این 2 تن زحماتی رو میکشن و از زندگی خودشون میگذرن. کسی که خودش معلم بوده میتونسته بره در شهر بهترین زندگی رو داشته باشه، اما زندگیش رو وقف این حوزه علمیه میکنه و بعد چی کار میکنه و بعد از این حالت به این حالت تبدیل میشه این حوزه. دوستان لطفاً با دقت توجه بفرمایید. اول به این حالت تبدیل میشه، یعنی آروم آروم در واقع به صورت یه سری اهرم هایی گذاشته میشه برای حوزه تا بتونن مسجد از فروریزی مسجد و از نشست مسجد در واقع جلوگیری کنن و بعدها آروم آروم از این تبدیل میشه به این. دوستان من، از اون چیزی که شما دیدید که فقط این حوزه علمیه و این مسجد بود، تبدیل شد به این مجموعه بزرگ که الان منزل بندم این گوشه هستش و خودتون دارید ملاحظه میکنید این مجموعه بزرگ که این مصلا رو در سال 71 شخص پدر بنده داخل زمین های خودشون درست که در واقع ساختن این رو و الان هم داخل زمین بنده هستش. و مهم این که دوستان عزیز میخوام بهتون بگم که برای اینکه این مدرسه، این وطن غریبان که در شعری که بر سردر این حوزه نوشته شده، این مدرسه ایشان سید قلیچ عزیزان تاریخ آن بگویم باشد وطن غریبان، تاریخش رو از طریق ابجد در آوردن، از طریق ابجد وطن غریبان
و یه تاریخ گمان میکنم که در واقع تاریخ افتتاح این حوزه باشه. اما چون کلنل ایت در سال 1888 در سفرنامه خراسان اشاره میکنه که میگه من در ساخت این بنا در جلگه قره‌بالخان در کنار رودخانه سارسو فردی به نام سید قلیچیشان که رهبر قوانین گوگلان منطقه ترکمن صحرا بود داشت این بنای دائمی رو میساخت و تنها بنای دائمی منطقه ترکمن صحرا و آستارآباد بود رو میگه دیدم و شما رو ارجاع میدم به اون کتاب سفرنامه خراسان کلنل ایت که حتما قطعا مطالعهش کنید، اطلاعات ارزنده‌ای به شما خواهد داد. این حوزه با سختی‌های زیادی درست شده دوستان، حقش این نیست که بیاد الان آروم اینطوری بمونه. مردم روستای من خیلی ها میگن آقا چرا مردم روستای شما کاری نمیکنن؟ دوستان ایها الناس، مردم روستای من هر کاری از ازشون بر اومد انجام دادن. خیلی ها میگن مردم روستای شما جربوزه ندارن که هیچ کار نمیکنن. آقا باید چی کار میکردن که انجام ندادن؟ چه کاری از دست مردم روستای من انجام برمی اومد و اونو انجام ندادن؟ خواستن برای حوزه مراسم سالانه برگزار کنن، متصدی فعلی نذاشت، اجازه نداد، گفت آقا ما نمیذاریم در برای ختم قرآن، برای فلان، برای ختم قرآن در ماه رمضان یک جشن، یک در واقع مراسم بزرگ در آخرین شب ختم قرآن در ماه رمضان میگیرن در منطقه ترکمن صحرا رسمه و این اجازه رو ندادن. برای مولد خوانی اجازه نمیدن، برای اینکه طلبه بخواد بیاد، خب چه کسی بچه‌شو جایی میفرسته که فقط بگی آقا اینجا جای باستانی من بچه‌مو بفرستم بخونه؟ نه، کسی بخواد بچه‌شو بفرسته باید اونجا تجهیزات داشته باشه، در وقت سرما گرما داشته باشه، در وقت گرما سرما داشته باشه، غذاش برا باشه، اساتید خوبی داشته باشه. وقتی اونجا میفرسته بدونه که یک آدم با علم و پر علمی تحویل میگیره، در حالی که اصلا از این چیزا خبری نیست و کسانی که اینجا هستن در واقع رابطه فامیلی با بنده دارن و متاسفانه بنده مجبورم بعد از چندین سال این بغض رو که در واقع در اینجا نگه داشتم به خاطر حرمتی که وجود داشت نمیخواستم بگم، اما دیدم این خیانتی است بزرگ به مردم ترکمن صحرا. اگر بخوام در خودم نگه کن تو فعالیتشو هر کاری دوست داری بکن مشکلی نیست، نه این درست نیست. همونطور که در واقع مصاحبه سایت اولکامل که در واقع یکی از سایت های معتبر ترکمن صحراست و خبرگزاری ترکمن صحراست، مدیریت حوزه علمی کریمیشان گفتن که آقا ما از هیچ کسی اینجا کمک نمیگیریم چون میدونیم مردم اوضاع خوبی ندارن. خب یعنی این که چون کمک نمیگیرن، خب شما اگه کمک نمیگیرین، بنده اینجا پسر حاج خیراللهشان خلیلی هستم و پدر بنده گفتن که آقا شما میتونی از ارثی که برات گذاشتن برای حوزه هزینه کنی، خب چرا به بنده اجازه نمیدید بیام این کارو بکنم؟ به بنده میگن نه شما فرزند خونده هستی و نمیتونیم شما اجازه بدیم. آقا به فرزند خوندگی ربطی نداره این مسئله. خیلی وقتی من این مسائل رو میکنم میگن آقا اینا مسئله خانوادگی خودتون حل کنید. دوستان خانوادگی نیست این مسئله، به خانواده ربطی نداره. این مسئله در اصلا فرامنطقه‌ای مال کل مردم ترکمن صحراست، مال کل مردم ایرانه. این اثر به عنوان اثر باستانی ثبت شده. متوجه چی دارم میگم دوستان؟ که بخواد یه نفر به خاطر منفعت خودش، فقط به خاطر اینکه بگن آقا این قدرت، این حوزه در دست شماست، بخواد در واقع یک چیزی رو برای خودش نگه داره. و اینکه مسئولین ذی‌ربط متاسفانه برخلاف ادعای انقلابیگری که داشتن، بنده واقعا ناامید شدم در 3 دوره قبل، در 2 دوره قبل که در واقع مسئولین دیگری بودن، از اونها که ادعای انقلابی نداشتن من حرف گله‌ای ندارم چون ادعای انقلابیگری نمی‌کردن، اما مسئول فعلی که مسئول نظارت به این حوزه است ادعای انقلابیگری داشت. من امیدوار بودم که کسی که ادعای انقلابیگری میکنه، ادعای در واقع تبعیت از رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، حضرت آقا رو در واقع میکنه، بیاد وسط کار و جهادی عمل کنه و بگه آقا کی اینجا نمیخواد درست کار کنه؟ اگه نمیخواین کار کنین بفرمایید آدم بیاد کار کنه. من گفتم آقا 20 سال به اینا وقت دادید، فقط 2 سال به بنده وقت بدید، من هم بذارید سعیم رو بکنم، طلبه بیارم، من از راز مالی میتونم این رو تامین کنم. اما متاسفانه هیچ اجازه‌ای داده نشد و بلکه با ما برخورد بدی هم شد و گفتن که آقا شما اگه اونجا برید اگه دعوا پیش بیاد چی؟ آقا این که نشد بهانه که من این جز به جز مکاتبات، مراسلات از طرف بنده به
مسئولین زیربط که نمیخوام اسم بیارم تا ناراحت بشن، چون یک ناراحتی هم اخیراً پیش اومده. و اینکه دوستان و مکاتبات مراسلات ما با مسئولین زیربط و همینطور صحبت‌های ما با مسئولین زیربط موجود، مستند هستش و نامه‌هایی که از طرف شورای روستا و چندین شورای اطراف زده شده برای یعنی نزدیک 20 تا شورای 20 تا از شوراهای روستاهای اطراف 20 تا از روستاهای اطرافمون شوراهاشون در واقع اعلام آمادگی کردن برای اینکه آقا بگن ما حمایت میکنیم که شما بیایید در واقع اینجا این رو درست کنید. دوستان این من بیام اون بیاد مهم نیست، هر کی بیاد اداره کنه. بنده گفتم آقا من نمیام، اصلا گفتم فقط ایشون یک تعهد بدن، بگن آقا تا سال آینده اینجا قراره که مملو از طلبه بشه و این به صورت دائمی تا 10 سال حداقل ادامه خواهد داشت. چرا میگم تا 10 سال؟ حداقل بدونیم که این روند دائمیه و قرار نیست فقط به خاطر اینکه مسند حکومت رو بخوان نگه دارن، مسند این نمیدونم چه ویژگی برای اینا داره که میخوان این رو نگه دارن و در خفا به صورت موروثی نگه دارن. چون در مصاحبهشون با اولوک احمد گفتن که هر کسی که نوه سقلیشان نباشه ما نمیذاریم اون مدیریت حوزه رو بگیره. من متوجه این نمیشم، مگه به حسب لیاقت نیست؟ مگه به حسب ارثه؟ مگه به حسب مگه این مال شماست؟ این مال مردم ایرانه. این آثار باستانیه، آثار تاریخی دوست من، مال تو که نیست، مال بابات که نیست. این مال اگر کسی برای اینجا زحمت کشیده، مادر من که هنوز زنده است و پدرم اختیاراتش رو داده به مادرم. شما و متاسفانه خیلی از مسائل موجوده که بنده به خاطر اطلاعاتی که در دادگاه هستش و ممکنه طبقه بندی باشه من نمیتونم اونا رو عرض کنم، به خاطر همین معذورم بگم، چون میترسم طبقه بندی داشته باشه، طبقه بندی امنیتی داشته باشه، چون خیلی 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 در واقع مهمه و از افراد خاصی شنیدم و من این رو دوست ندارم اینجا بگم. اما بدونید اوضاع حوزه علمی کریمیشان اصلا خوب نیست. به حمایت تک تک شما مردم عزیز ما نیاز داریم تا این حوزه رو دوباره ما رو به گشایش، در واقع رو به پیشرفت بندازیمش. خب قاعدتاً حوزه های اطراف حوزه علمی کریمیشان دوست ندارن که حوزه کریمیشان در واقع پیشرفت کنه، چون زمانی که حوزه کریمیشان پیشرفت کرده بود در زمان پدرم، اینجا اصلا کسی دیگه به حوزه‌های دیگه در اطراف نمیرفت، کاری نداشت، تعطیل شد، حوزه قاپان تعطیل شد، کسی نمیرفت. متوجهید؟ اما متاسفانه بنده که رفتم به چند حوزه اطراف گفتن آقا ما نمیتونیم به شما کمک کنیم. گفتم چرا؟ گفتن که اون کسایی که دارن از پای شما آویزون میشن و شما رو اذیت میکنن ممکنه بیان از پای ما آویزون بشن و ما رو اذیت کنن. ما نمیتونیم برای حوزمون درد سر بخریم. حوزه ما داره پیشرفت میکنه، همین روال شما دوست داریم. یعنی اینکه بیان از حق دفاع کنن این براشون مهم نیست. همه رو جمع نمیبندم، یه دو سه تا هستن اونا رو میگم. دوستان امیدوارم که اطلاعات کافی و وافی برای قسمت اول داده باشم. مستندات در واقع درجه اولی وجود داره که اینجا حوزه علمی عرفانی کریمیشان و مصلایی که اونجا ساخته شده، اصلا مصلا رو با هزینه مادرم و زمینی که مادرم داده ساخته شده، یعنی هزینه شخصی مادرم و زمین مادرم ساخته شده و فقط پدرم اونو اجرا کرده و برگ فروشش موجوده. یعنی برگ فروش زمینی که قبل از ساخت این حوزه در واقع به مادرم فروخته شده موجوده و بعد از با اجازه مادرم اینجا ساخته شده و با هزینه خودش. عذرخواهی میکنم. المهم امیدوارم که اطلاعات خوبی گرفته باشید. فقط هر کسی در هر مقامی منصبی که است و صدای من رو داره میشنوه ازتون خواهش میکنم، استدعا دارم، به خاطر خدا، به خاطر انسانیت، به خاطر مردانگی کمک کنید. این حوزه رو ما به پول احتیاج نداریم برای راه اندازیش، به پول احتیاج نداریم، فقط به کسی احتیاج داریم که بتونه کارمون رو راه بندازه، حرفش بره، حرفش خریدار داشته باشه، بره آقا تو دولت، تو استانداری، توی مرکز، توی جای دیگه، پیش در واقع نماینده ولی فقیه در تهران، در پایتخت حرفش برو داشته باشه، بیاد این حوزه رو درست کنه. آقا راه انداختن این حوزه میدونید چقدر میتونه دید مردم رو نسبت به دولت در واقع برگردونه؟
من نمیدونم شما درست، شما همیشه یه کاری بعضی از دوستان متاسفانه به قول آقای رایفور همیشه آقا اگه اتفاقیه، اگر همه اینا اتفاقیه، چرا فقط به نفع دشمن داره پیش میره همش؟ چرا یه بار به نفع جبهه اهل حق پیش نمیره؟ شما همش دارید میزنید دروازه خودی، یه بارم بزنید دروازه طرف مقابل. چرا همش گل به خودی میزنید؟ این که این مشخصه یک ریگی تو کفش دیگه، مشخصه یک کاسه زیر نیم کاسه است دیگه. وقتی به مسئولینشون میگیم الان 2 ساله دارن میگن فردا نه پس فردا، پس فردا نه پس فردا، بعد هر چی هم بگیم میگن آقا 100 تا حوزه است چطوری برسیم؟ آقا 20 سال شما نرسید این حوزه رو درست کنید، یعنی چی فردا پس فردا؟ خسته شدیم از بس اعلام آماده کردیم از بنده، از اولین در واقع سند مالی زندگیم از بنده خواستن تا شماره کفش بنده. اینطوری بهتون بگم که متوجه بشید، مثال زدم براتون که آقا بدونن چی آیا مال حوزه دست من هست یا نه. هر چی هم که داشتم بهش با سند و مدرک نشون دادم، گفتم آقا اینا این سندش، مدرکش، تاریخش، فلانش که مطمئن بشن. بعد این آقایونی که الان دارن سر منصب هستن هیچ کی باشون کار نداره، میترسن ازشون. انگار تو این دور زمونه باید قلدری کرد تا ازت بترسن، انگار اینطوری کار پیش میره متاسفانه. والحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم اجمعین. از همه دوستان عزیز التماس دعا دارم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا یا رحیم فاعف عنا یا کریم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا یا رحیم فاعف عنا یا کریم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا یا رحیم فاعف عنا یا کریم. برنامه رو با یک ویدیو از مصاحبه پدرم به اتمام میرسونم ان شاء الله تعالی. سلام علیکم. سلام مبارک باشه. سلام بابا جان. ماشاءالله آزاده هستن؟ خوب هستین ان شاء الله. عیدتون مبارک باشه. خب گفتیم که ما یه حوزه علمیه که رفتیم و دیدیم که طلبه‌های خارج از کشور هم اینجا داشتن تحصیل می‌کردن، رسیدیم به یک حوزه علمیه دیگه که حالت خاصی داره. حالا چرا حالت خاصی داره؟ الان در خدمت عزیزی هستیم، هم خودشون معرفی خواهند کرد. همین حوزه علمیه بسیار قدیمی و پابرجا و خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود فراوان به روان پاک معظم بشریت جناب محمد صلی الله صل علی محمد و آل محمد و درود به روان پاک امام راحل و شهدای اسلام و درودی دیگر به پیشگاه مقام معظم رهبری و سلام به دولت مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی. از فرصت استفاده میخوام بکنم عنوان احمد و علم عرفان داشته باشم، چون در زمان تصدی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ما را در رسیدن به مقصود مقدس برای اینکه فعالیت فرهنگیمون بهتر بشه در ترمیم، بهسازی و ایجاد این مجتمع علمی عرفانی واقعا مساعدت کردن و یاری‌آور بودن که امروز یکی از همکاران ایشون با حضورشون زینت بخش ساحت مقدس این حوزه است. زنده باشید. خواهش می‌کنم. خدمت اینجا چقدره؟ حدود 200 سال هست. 200 خورده سال اینجا پابرجا. چی شده که اینجا رو انتخاب کردن؟ خواهش می‌کنم. بنده جمله رو کلاً یک گزارش مفصلی خدمتتون عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم. این مکان مقدسی که الان با شرافت و شفاعت جدتون همیشه منور هست و به حضور حضرت عالی امروز مزین شده، حوزه مبارکه عرفانی حضرت سید بلجان هست، مجتمع علمی عرفانی عبادی. حدود 200 سال قبل توسط شخصی به نام حضرت سید بلجان که یکی از اعظم مشایخ و پیشوای راستین و مقتدای راه دین هست و شمع دانش و بینش است بنا شده. بنده به عنوان اینکه در مورد حضرت سید بلجان که مرد علم عرفان هست و تقوا تعبد هست که حق تعالی را بر این حضرت بخشایش اومده، تاج کرامت بر فرقش گذاشته و به درجه استغنا رسانیده و به لقب اولیای کامل و مکمل ملقب فرموده و این مکان مقدس که مرکز علم عرفان هست و مدت‌های مدیدی برای اشاعه اسلام و نشر شریعت غرای محمدی و
علوم دینی فعالیت داشته و علمای زیادی از این منطقه پا به عرصه تبلیغ و دین و دیانت گذاشتند. چون حضرت سید ایشان مرد علم عرفان هست و تقوا و تعبد هست و صاحب کرامات به درجه رفیع داشته به این مکان مقدس، بنده به عنوان یک فردی که از علم عرفان آگاهی ندارم و تمام حقایق را در حول و حوش عقل و حس و خیال تجربه میکنم، از عهده بنده خارجه. چون حضرت سید گلشان مدت مدیدی عاشقان را به گوششون سرود شریعت خونده و آهنگ طریقت را زمزمه کرده و اونها را به راه رهبران راستین دعوت کرده. کتابی جزئی ازشون باقی بوده؟ خیلی زیاد مونده بود، ولی چون پدر بنده خیلی وقت مرحوم شد، عمرش به شما بخشید و ما هم کوچیک بودیم، یک کامیونی از طرف دولت وقت اومدن کار کردن بردن و ما هم ارزش اینا را نمیدونستیم و الان متوجه میشیم که چه سرمایه بزرگی را هست. چند سال پیش بود؟ خیلی، شاید 40 سال قبل. بعد الان چند تا طلبه اینجا مشغولن؟ الان حدود 35 طلبه در حال حاضر مشغولن. بعد برای آینده اینجا فکری شده که مثلا بیشتر بهش برسن و یه مقداری بهش کار کنن، معرفیش بکنن، به کاری که بالاخره شناخته بیشتر مردم اینجا داشته باشن. خیلی ممنون. ما این انتظار از نظام مقدس شمالی باز هم بیشتر داریم. میخوام خدمتتون عرض کنم این مکان مقدس بر اثر مرور زمان و خسارت ناشی از زلزله سیل خرابی متوجه این بنا شد و همین علت مدت مدیدی در وادی قم مغموم تا اینکه و به همین علت هم مکاتبات و مراسلات تقاضاها در رژیم منفور پهلوی هم به نتیجه مطلوب نرسید و در واقع درب بزرگ دروازه این علم ادب روی طالبان علم بسته شد تا اینکه خداوند کریم تسلید کرامت گردید در اصل انقلاب به نون انقلاب منور شد، بازسازی گردید و حیاتی دوباره یافت. الحمدلله در حال حاضر مربیان مشغول تدریسند و متربیان مشغول تحصیلند و آرزو دارن فرد مفیدی به جامعه باربیان و ایران اسلامی میخوان خدمت گذارن و اسلام عزیزی میخوان خاص دارن و الان با این